میتونه این مار از من بهتر در بیاره. قشنگ تماشا کن. ولی گرفتن مار راه داره. راهشو بلد باشی میتونی بگیری، میتونی باهاش نمایش بدی. الان بگم پیشانی منو ببوسه، خواهر و برادر تماشا کنم، بذار اول یه آناکاندا ببیچم دور گردنم، نگاش کن، دونه به دونه، رقم به رقم. ای خواهر و برادر، دیدن مار گناه نداره. این مارها صاحب داره، صاحبش منم. من پرورش مار رو همین آمل مازندران دارم. زندگی این مارا تو این جعبه نیست. اونجا مار خوابیده 5 متره، به زبون آسونه. یه بچه 15 ساله رو به راحتی میخوره. نگاش کن. اینا نسلشون اینه که زنده شکار میکنن. نوار میذارم از نام علی بخونه، ساعت رو دیدم، یه رو برات نمایش میدم. نگاه کن، جوری نمایش میدم لذت ببری. حواست به بچت باشه، تنها تو این آب نره. حواست به بچت باشه، تو این پارکینگ ها گم نشه. از پارکینگ 1 تا پارکینگ 1 بودم، اینجا پارکینگ 5. نمایش میدادم، یه خانم اومد وسط معرکت گریه میکرد، میگفت 2 تا بچه 2 قلوم گم شد. تا الان فکر نکنم پیدا شده باشه. این پارکینگ ها شبیه همه، بچت گم نشه. نگاه کن. برای این به بعد معرکه هم میخوام با یه بچه 10-12 ساله شروع کنم. من میخواستم با پسرم نمایش بدم، این آقا گفت بچه خودشه، جالب نمیشه، بیا بودو بیا با هم نمایش بدیم. خواهر برادر گوشی رو بده به خانواده‌ات، بیا بده. کسی نیست خانواده بگی گوشی رو دست تو نمیده. بیا اینجا. سلام، حالت خوبه؟ بیا اینجا. کی ندادی به آباد؟ بشین داداشم. اسم چیه؟ محمد طاها. محمد طاها. بچه کجایی؟ اصفهان. اصفهان. ماشاءالله. بابای بچه دستی بیاره بالا من ببینمش. اجازه میدی؟ میخوام یه آراکاندا ببیشم دور گردنش که این ملت آرزو دارن فقط باش عکس بگیرن. عکس رو تا 60 سال نگر میدارن. نگاه کن. آماده ای پسر؟ نمیترسی؟ نه. نمیترسی؟ نه. میخوام یه دونه مار ببیشم دور گردنت. نمیترسی محمد طاها؟ نه. یکی نگه پسر خالشه. بچه کجایی؟ اصفهان. اصفهان. یه دونه مار بامبوی سیاه دارم اینجا، عین قیل سیاه، سمی نیست. میخوام ول کنم تو لباسه. قبوله؟ قبوله. نمیترسی؟ نه. بگو جان تو. جان تو. بلند بگو جان تو. جان تو. بگو مرگ تو نمیترسا. مرگ تو نمیترسم. بگو تو بمیری نمیترسا. تو بمیری نمیترسم. مادر زن کچلت بمیره. پسرم اینجاست میگی تو بمیری؟ متوجه نشد. نگاه کن، بذار من جاشو مشخص کنم. من